الو، سلام میکنم خدمت استاد گلم جناب آقای محمد انصاری. من ناهید هستم، 15 سالمه، از مشهد تماس میگیرم. میخواستم بگم راجع به حجاب بیشتر صحبت کنی. آخه نمیدونی وقتی من مسجد میرم تو خیابون مسجد میرم برای قرآن خوندن، تو خیابون میبینم دخترای خیلی بی‌حجاب دارن میگردن، حالم واقعا به هم میخوره. اگه بیشتر صحبت کنید در مورد دخترهای بی‌حجاب واقعا ممنون میشم. موردشون اگه صحبت کنید خوشحال میشم و خیلی ممنون میشم ازتون. میخواستم بگم این کلیپ های آیت الله قزوینی دلغک هم از کلیپ های خنده‌دارشون بیشتر پخش کنید، واقعا ازتون ممنون میشم. خدا نگهدار، دوستتون دارم. تشکر میکنیم از ناهید خواهر گرامی از مشهد. الله سبحانه و تعالی حفظتون کنه. در مورد حجاب، حالا این پیام خواهر گرامی ما رو مجبور میکنه که به یک موضوع دیگری هم بپردازیم در اینجا که واقعا دردآور است. در این سفر احمد جان اگر نشون بدی، در کشور تاجیکستان اخیراً در مورد حجاب قوانین جدیدی رو به اجرا گذاشتن که انشالله من در موردش مختصری صحبت میکنم و بعد در مورد قضیه حجاب. در این صفحه و در صفحات دیگر دوستان میتونن برن ببینن، خاصتا در صفحه آزادگان هم مطلبی در این مورد اومده. احمد جان اگر اینو نشون بدی، که گروه هایی از طرف حکومت تاجیکستان برای مبارزه با حجاب در ولایت های مختلف تاجیکستان به راه افتادن. تشکر میکنم احمد جان. این گروه ها میرن به مکاتب یا مدرسه ها، بیمارستان ها یا طربخانه ها و البته اینم ذکر طربخانه شده در اونجا. در خبر گویا اینطوری میخوان وانمود بکنن که دختران با حجاب تاجیک میرن به طربخانه ها، یعنی به دیسکوها، به رقاص خانه ها. 10 گروه کاری به اصطلاح از طرف حکومت تاجیکستان در ولایت سوغد، در مناطق زندگی مردم، در کودکستان ها، در مراکز های بهداری یا مراکز سلامتی، مؤسسات تحصیلاتی و غیره میرن و مردم رو به اصطلاح به شکلی میخوان جلوگیری بکنن از حجاب و پوشش اسلامی که زنها دارن. در مناطق دیگری از جمله در خوجند و این مناطق 21 گروه رو تعیین کردن که اینها وارد مدارس میشن، وارد مکاتب میشن، وارد کودکستان ها و مراکز عمومی در بازارها، در سوپرمارکت ها و مردم رو تهدید میکنن و سعی تلاش میکنن که جلوگیری بکنن از حجاب اسلامی، از پوشش اسلامی. کلیپی در این مورد هست که من این رو خدمت شما عزیزان پخش میکنم. بعد از پخش این کلیپ انشاءالله توضیحات بیشتری خواهم داد. این نظر بعضی از خواهران تاجیک هست که
بعد از شروع مبارزه با حجاب در تاجیکستان، البته این نکته رو باید اشاره بکنم که قبلا به زور حجاب زنهای مسلمان را از سرشون بر می داشتن در کوچه و بازار. بعد از اینکه جوانان غیور تاجیکستان در بعضی از مناطق برخورد تندی کردن با این انسانهای فاسد و شرور و منافق صفتی که در پی برداشتن حجاب خواهران و مادران و همسران اینها بودن و واقعا غیرت و شهامت از خودشون نشون دادن مردان تاجیک و جلوی افراد امنیتی و پلیس هایی که میخواستن به زور حجاب رو بردارن گرفتن. حکومت تا جای کوتاه اومد در مقابل مردم، همونطوری که من قبلا در یکی از برنامه‌ها گفته بودم که اگر ملت جلوی این شرارت ها رو بگیرن، حکومت مجبور کوتاه بیاد در مقابل ملت. بعد از این برخوردهای تند ملت، حالا اومدن گروه‌هایی رو تعیین کردن که میرن مردم رو تهدید میکنن. مثلا یک دختر با حجابی رو در خیابان میبینن، اسمشو میگیرن، شماره کارت ملی یا پاسپورت داخلیشو میگیرن، بعد جریمه میکنن. مانند فرانسه 100 سامان، 200 سامان، 300 سامان تا 400 سامان جریمه میکنن و افراد موثقی از برادران و خواهرانی که این جریمه ها رو پرداختن این موضوع رو برای ما گزارش دادن که اگر نیاز باشه ما در یکی از برنامه میتونیم همون سند پرداخت جریمه هایی رو که اینها به خاطر حجاب دادن رو هم پخش بکنیم. کلیپ رو میبینیم که این حکومتی که با این قوت و شدت داره با شعائر دین اسلام، با نماز، با جماعت، با مسجد، با مدارس دینی، با قرآن و با حجاب برخورد میکنه، آیا این برخورد و این عملکرد حکومت به نفع حکومت است یا به ضرر حکومت؟ من از اینجا این سخن من رو، تاریخ امروز رو به یاد داشته باشید برادران و خواهران تاجیک و همه مسلمانانی که صدای من رو میشنوند و همچنین سردمداران تاجیک، امام علی رحمانوف، سید مکرم، سلیمان دولتوف، یتیموف و غیره سران تاجیکستان. این رو به یاد داشته باشید که شما با این کارتون دارید حقد و کینه در دلهای ملت تاجیکستان بر علیه خودتون ایجاد میکنید. امروز وقتی که خواهری رو تهدید میکنید که حجابش رو برداره، شما فکر میکنید که با این کارتون موفق میشید که محبت حجاب و اسلام رو از دل مردم دور بکنید. با این کارتون سبب میشید که در دل این خواهر، در دل این زن تاجیک کینه و بغض و عداوت نسبت به شما، نسبت به حکومتتون ایجاد بشه. و این خواهر و این زنی که شما این گونه باش برخورد میکنید، این طبیعت بشر است. حرف ما رو به عنوان به اصطلاح حرفای دینی و اسلامی اگر نمیپذیرید، برید از یک روانشناس بپرسید، برید از یک مسیحی، از یک کافر، از یک کمونیست، برید در روسیه از یک، برید از این KGB که شما نوکرانشون هستید، برید از اونا بپرسید که اگر اینطوری با ملت برخورد بکنیم نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که کینه و بغض و عداوت نسبت به شما، نسبت به حکومتتون در دل این زنها ایجاد میشه. فرزندانشون رو با کینه و عداوت نسبت به شما تربیت میکنن. برادرش، پدرش، همسرش نسبت به شما و نسبت به حکومتتون بغض و کینه در دل خواهند داشت. این بغض ها، این کینه ها، این عداوت ها، این دشمنی ها جمع میشه، مانند قطرات بارانی که از آسمان میباره و تبدیل به سیل میشه. سیلی که هیچ نیرویی در دنیا امروز نمیتونه جلوی سیلاب رو بگیره، جلوی طوفان رو بگیره. اینها تبدیل به سیلابی میشه که این حکومت و این نظام شما را از بیخ و بن میکنه. این سخن منو به یاد داشته باشید و من یقین دارم به پروردگار خودم که در زندگی خودم اگر جلوی این جنایت های خودتون رو نگیرید، نابودی شما را مانند حسنی مبارک، مانند زین العابدین بن علی، مانند معمر القذافی در لیبی خواهیم دید. یقین دارم که فرزندان ما در تاجیکستان با عزت و با شرف و با اجاب و
تحت نظام اسلامی و حکومت اسلامی زندگی خواهند کرد. این سنت الهی است. این حرف من رو آقای رحمانوف، سید مکرم، یتیموف و غیر سران تاجیکستان به یاد داشته باشید. وقتی که شما این گونه با ملت برخورد بکنید، از برای خدا در آمریکا کسی مانع حجاب نمیشه، در واتیکان که مرکز نصرانیت است کسی مانع حجاب نمیشه، در مسکو که مرکز الحاد و کمونیستی بود و هست کسی مانع حجاب نمیشه، در فرانسه، در بریتانیا، در استرالیا، در آمریکای شمالی و جنوبی، در آفریقا، در هیچ گبر و ترسایی مانع حجاب نمیشه غیر از شماها. آقای رحمانوف، خودتو لنین فکر کردی؟ برژنف فکر کردی؟ چی فکر کردی؟ آیا قدرتی رو که اتحاد جماهیر شوروی داشت تو 1% هم داری؟ 0.5% رو داری؟ چی شدن؟ به کجا رفتن؟ مگر به زباله‌دان تاریخ نرفتن؟ امروز نام و نشانی ازشون نیست، به خاطر اینکه با دین مبارزه کردن، به خاطر اینکه با شاعر اسلامی مبارزه کردن، به خاطر اینکه با اسلام و با قرآن و با مدرسه و با مسجد مبارزه کردن، به خاطر اینکه با حجاب مبارزه کردن. در همین تاجیکستان مردم رو کشتید، مردم رو زندان کردید، مردم رو اذیت کردید. آیا تو رو به خدا امام علی رحمانوف، من این خطاب من خاص برای تو است، امشب در قصر خودت، در اتاق خواب خودت با خودت فکر بکن که با وجود همه این مبارزه‌ای که با اسلام و با حجاب و با مسجد و با مدرسه کردی، التزام دینی مردم تاجیک، پایبندی مردم تاجیک به دین اسلام، به حجاب، به مدرسه، به قرآن، به مسجد کم شده یا زیاد شده؟ 100% زیاد شده. اینو خودت هم میدونی. اما اینایی که در دور و بر تو هستن و به تو مشوره میدن، اینها هدفشون نابودی تو است، نابودی حکومت است. اینا هدفشون این است که به نان و نوایی برسن 4 روز فردا بعد از تو حکومت رو به دست بگیرن. پس از خدا بترس. از خدا بترس که به سرنوشت فرعون و قارون و برژنف و لنین و قذافی و زین العابدین بن علی و حسنی مبارک گرفتار بشی. من قبلا هم گفته بودم به خدا روزی خواهد رسید که یک وجب خاک تاجیکستان شما رو جا نخواهد داد. نکنید. با دین مردم مبارزه نکنید. با اعتقادات مردم خودتون رو روبرو نکنید. این حقد و کینه‌ای که در دلهای مردم شما ایجاد میکنید یک روزی شما رو نابود میکنه. یک روزی این تخت و سلطنت و این حکومت و این دم و دستگاهی که دارید همه رو نابود میکنه. یقین داشته باشید که الله سبحانه و تعالی انتقام میگیره از شما. دعای اون مادر و خواهر و زنان مظلوم تاجیکستان که امروز به خاطر حجاب، به خاطر نبودن مدارس دینی، به خاطر جلوگیری از تعلیم قرآن بر علیه شما دعا میکنن، این دعای اونها در نیمه های شب یک روزی تاج و تخت شما رو نابود خواهد کرد. همین زین العابدین بن علی در تونس حق نداشتن مردم مسجد برن، حق نداشتن که مردم برن. من تصاویری از نمازهای مردم رو در تونس خدمت شما نشون بدم که چطور بعد از نابودی این فرعون در تونس چگونه مردم به خیابان‌ها ریختن و چگونه نماز میخونن. شماها فکر میکنید که با این کارتون میتونید جلوی مردم رو بگیرید. این احمد جان اگر بتونید تصویر رو نشون بدی، این خیابان هایی است که مردم بعد از انقلاب در اینجا دارن چیکار میکنن؟ نماز میخونن. حجاب ممنوع بود. بعد از انقلاب در تونس، بعد از فرار زین العابدین بن علی، زنان مسلمان حجاب میپوشن. این قیام عمومی مردم تونس بود که بر علیه فرعون تونس زین العابدین بن علی قیام کردن. شما نمیتونید جلوی مردم رو بگیرید. این مساجد تونس است بعد از اینکه مردم آزادانه میرن به مساجد و در اونجا نماز میخونن. شما نمیتونید جلوی مردم رو بگیرید. روزی خواهد رسید که قیام عمومی ریشه شما رو میکنه اگر بخواهید که با الله و رسولش، با دین خدا بجنگید. من کلیپی است از نظرات خواهران تاجیک در مورد
پایبندی هایی که بر علیه حجاب و جلوگیری از حجاب در تاجیکستان ایجاد شده رو با هم میبینیم و بعد از اون انشاءالله خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سطر به خاطر خودم انتخاب کردم، برای آخرتم آبا چیدن، برای مقصد وقتی که سطر بنده میکنه ایروی سطرش هر کس مکتبه به چشم بد نگاه هم نمیکنه، سلام شب پر علیک میگیرم. بعدی که وقتی که اگر مقصد حوض قانون برای که سطر واقعا من میکنیم در این کار به حد من غمگین میشم، زیق میشم. با خاطر که ای کودکی اختیار دهیم بود که من باید سطر کنم برای مقصد آباد کردن هم این دنیا و هم آخرتم. در پیش حقوق و قانون و قاعده همه بنده برابره. وقتی که مقصد یک لوچ میگرده در او مقصد کاردار نمیشون و یک از محکمه در او کاردار میشن. ایش هم آری آداب نیست. التماس حقوق ما را باید پایمال نکنه. ما همچون در هم پیش خداوند، در پیش همین بنده ها، در پیش همین کلان شونده ها التماس میکنم تا اگر در کار شود نماز هم میخوام، دعا را میکنم که میگم بهترین چیز در دنیا یا دعا کردن، دعا میکنم که همین سطر من نکنم. من با اون شرط اون خاطر سطر میکنم که این گفته خداوند است که هر شخص زن باید که همه وقت پیچاندگی باشد. من با یگان کس کار ندارم که اون چی میپوشد نمیپوشد به چشم بد نگاه نمیکنم. من این گفته خداوند پروردگار پیغمبر من امینا میپوشم. اگر این چیز رو من کند خونشین میشینیم، کوچه نمیبریم، ده کار نمیکنیم، ما امی سطر رو میکنیم، مقصد میبریم ای خونه که از روزگارمون بیامیم، از زندگیمون پیش بریم. ما با همه چیز میکنیم میبریم. اگر این چیز رو من کند ممکن که ما خونه نبریم. بله. این اظهار نظر بعضی از زنان تاجیک بود در مورد ممنوعیت حجاب و جلوگیری از حجاب زنان مسلمان. اما برمیگردیم به سوال خواهر گرامیمون که در مورد حجاب فرموده بودن که بیشتر توضیح بدید. حجاب امر الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی به پیامبر بزرگوار اسلام امر میکنه که مسلمان ها رو امر بکنه به چی؟ به حجاب. در سوره احزاب آیه 59 الله سبحانه و تعالی، احمد جان اگر نشون بدی، در اینجا میفرماید که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. ای پیامبر، به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو چادرهای خیش را بر خیش بیندازند یا فرو افکنند و با آن سر و صورت و سینه هایشان را بپوشانند. این مناسب تر است تا شناخته شوند، پس مورد آزار قرار نگیرند و الله آمرزنده مهربان است. پس حجاب امری است از طرف الله سبحانه و تعالی به پیامبر که بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم به همسرانت، به دخترانت و به زنان مؤمنین. کسی که امروز با حجاب مبارزه میکنه، میخواد رحمانوف باشه، میخواد امام حرم باشه، میخواد هر کسی که میخواد باشه، ملا باشه، آخوند باشه، رئیس جمهور باشه، پادشاه باشه، هر کسی باشه، هر کسی که با حجاب مبارزه میکنه در حقیقت داره با الله و با رسولش مبارزه میکنه. در حقیقت به الله و رسولش ایمان و اعتقاد نداره. اگر حکومت تاجیکستان، سران تاجیکستان، مفتی تاجیکستان به الله و رسولش ایمان و اعتقاد دارن، باید به این آیه قرآن کریم عمل بکنن. آیه بعدی که الله سبحانه و تعالی در مورد حجاب مسلمان ها رو به اون امر میکنه، آیه 30 و 31 سوره نور هست که الله سبحانه و تعالی در آیه 30 خطاب به مؤمنین میفرماید که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. ای پیامبر، به مردان مؤمن بگو که چشمهای خود را از نگاه به نامحرم
فرو گیرند و شرمگاهشان را حفظ کنند. این کار برای آنها پاکیزه تر است. بیگمان الله با آنچه انجام میدهند آگاست. در آیه بعد که مفصل تر است، الله سبحانه و تعالی خطاب به زنان مؤمن چی میگه؟ و قل، بگو ای محمد، للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ترجمه این آیه چی است؟ و به زنان مؤمن بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و شرمگاه خود را حفظ کنند. یعنی چی؟ یعنی زنا نکنند و زینت خود را آشکار نکنند جز آنچه را که طبعا خودش نمایان است و باید اطراف مغنه‌های خود را بر گریبان‌هایشان بیفکنند تا گردن و سینه‌های آنها پوشیده گردد و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان یا بردگانشان یا مردان خدمتگزاری که رغبتی به زنان ندارند یا کودکانی که به شرمگاه زنان آگاهی نیافتند و زنان نباید هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین بکوبند تا آنچه از زینتشان را که پنهان کرده اند دانسته شود و ای مؤمنان همگی به سوی الله توبه کنید تا رستگار شوید. این آیه صریحاً اصنافی از مردها رو بیان میکنه که زن میتونه در جلوی اونها چادرش رو بیاندازه، البته اون حشمت و عفت خودش رو حفظ بکنه، لباس محتشمی بپوشه، اما میتونه که چادرش رو برداره. این اصنافی که اینجا ذکر شدن، پدر، برادر، خواهرزاده، برادرزاده، مثلا عمو، دایی، کسانی که جز محارم محسوب میشن، در جلوی اونها میتونه چیکار بکنه؟ چادرش رو برداره. در اینجا یک موضوع مهمی هست که بعضیا میگن که خب در اینجا گفته که زینت خود را آشکار نکنند جز آنچه که آن طبعا نمایان است. در آیه الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولا یبدین زینتهن. اینجا یک اختلافی است بین علما که آیا صورت زن جز زینت محسوب میشه که این رو باید آشکار نکنه برای مردان نامحرم. در این مسئله علما اختلاف دارن و بعضیا بر اساس هوا و هوس اومدن این آیات را تعویل و تفسیر کردن که آیا صورت جز زینت نیست و بعضیا گفتن هست. اما آنچه که از فهم کلی آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهمیده میشه این است که صورت زن جز زینت هست. من یک مثال خیلی ساده برای شما عرض میکنم. احمد، محمود، یک دوستی، برادری میخواد بره خواستگاری یک زن. بیشترین چیزی که یک مرد در یک زن براش اهمیت داره صورتش است. میگن فلان زن زیباست. به نظر شما منظور این گفته از این که فلان زن زیباست کجای زن زیباست؟ پاهاش زیباست؟ دستاش زیباست؟ 100% منظور از زیبایی در نزد مردها، در نزد کسی که میخواد یک زنی رو خواستگاری بکنه، زیبایی صورت است. مهمترین زینت یک زن صورتش هست. زیباترین اعضای یک زن در صورتش هست. شما ببینید که شاعرها آیا اومدن در باره مچ دست و مچ پای فلان زن شعر گفته باشن؟ بیشتر شعرهایی که شعرهای عاشقانه‌ای که گفته میشه در مورد چشم است و ابرو هست و لب است و گیسو هست و رخسار هست و گونه ها هست و همین چیزایی که واقعا در عالم عشق و عاشقی اگر شما برید اشعاری که در این باره سروده شده ببینید
کسی نیومده گفته باشه که مثلا مچ دست فلان زنی این گونه بود و مچ پاش این گونه بود و پنجاش اینطوری بود و انگشت. همه اینها وقتی که صحبت میشه در این مورد، در مورد صورت یک زن است. محل فتنه، محل زینت، جایی که تحریک میکنه مردها رو، جایی که سبب میشه که یک زن شناخته بشه به زیبایی یا به عدم زیبایی، صورت است. حالا عده بیان بگن که یک زن باید چادر بندازه همه جای خودشو بپوشانه تا مچ دست و تا مچ پا، بعد این صورتش باز باشه. خب کدوم زینت رو این زن پنهان کرده؟ کدوم زینت رو پنهان کرده؟ در هیچ جامعه‌ای در طول تاریخ بشریت، البته اون جنگل ها رو بذاریم کنار، در جامعه متمدن و مترقی در ادیان و مذاهب مختلف هیچ وقت نگفتن که زن با سینه های عریان یا با شرمگاه عریان بیاد در جامعه ظاهر بشه. اینو در همه جوامع بد میبینن. پس منظور از پوشاندن کامل زن، پوشاندن سر و صورت است. کاملا باید یک زن پوشیده باشه. و اونایی هم که اومدن این قضیه رو تعویل کردن و خلاصه فعلا فتوا به این میدن که صورت زن باید باز باشه و نقاب نداشته باشه، این بر اساس هوا و هوس است. نه دلایل محکم از قرآن کریم دارن، نه دلایل محکم از احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. معروف ترین حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها است که ایشون میگن که ما در حج بودیم. همه شما میدونید که در حج در حالت احرام باید صورت زن باز باشه، اونم در زمانی که مردها نباشن، شلوغ نباشه، در جلوی مردهای نامحرم نباشه. ذکر میکنن موقعی که میگن مردها از جلوی ما میومدن، صورت خودمون رو میپوشاندیم با چادرمون. پس در حقیقت پوشاندن صورت جزئی از حجاب هست. آیه بعدی که من خدمت شما عزیزان میخوام در مورد صحبت بکنم خیلی جالب است. در اینجا اولا قضیه پوشیدن صورت مطرح است که دلیل قوی از قرآن کریم است که صورت جزء حجاب هست، باید پوشانده بشه. و همچنین خطاب به کسانی است که میگن این ملاها صبح تا شام نشستن، آی حجاب بکنید، آی فلان بکنید، ما دلامون پاک هست. بعضی از زنها، بعضی از مردها اینو میگن. ما که توی دفتری کار میکنیم، تو خیابونا میگردیم، زن با حجاب باشه بی حجاب باشه، یک زن میگه مثلا من برم اگر با هر طوری که دوست دارم در کوچه و بازار بگردم، دل من که پاکه، مردم که با نگاه بد به من نگاه نمیکنن. یا اون مردایی که میگن که ما والا دلمون پاک است، تو دفترمون یه خانومی هست خیلی متبرج بد حجاب، اما با دل پاک باش برخورد میکنیم. من از اینها میپرسم، از این زنهایی که این حرفا رو میزنن، شماها پاکترید یا همسران پیامبر؟ اگر زنی بیاد بگه که من از همسر پیامبر پاکترم، خب با آیات قرآن میزنیم به دهنش که بابا زنان پیامبر در مورد پاکی و طهارت اونا آیات قرآن نازل شده. به اون مردهایی که این حرفا رو میزنن میگیم شما پاکترید یا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که الله سبحانه و تعالی در دهها آیه قرآن از اونها اعلان رضایت کرده و به اونها بشارت بهشت داده. در یک از آیات قرآن به همین مردها و به همین زنها الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیه 53 ببینیم که چه خطاب میکنه. احمد جان میتونی اینو نشون بدی؟ بله. اول از اینجا شروع میکنه با خطاب یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین. قضیه داخل شدن به خانه های پیامبر و دیگران هست تا این قسمتش در اینجا این ذالکم کان یؤذی النبی، این عمل کرده شما پیامبر را اذیت میکرد. میومدن خونه رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب یک دو تا اتاقی داشتن یا یک اتاقی داشتن، میومدن غذا میخوردن، خب همسر پیامبر توی گوشه نشسته، اینا میومدن غذا میخوردن، دیر میکردن، با هم گفتگو میکردن، بحث و مجادله میکردن بعد از غذا خوردن. این کار اینها پیامبر را اذیت میکرد. بابا غذاتون رو خوردید، پاشید برید، من خونه و زندگی دارم اینجا، نمیتونم که 24 ساعت با شما بشینم. اما از بس که حیا داشت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینو اظهار نکردن. به همین دلیل الله سبحانه و تعالی در این آیه ذکر میکنه
این ذلکم کان یؤذی النبی، این کار شما پیامبر را اذیت میکرد. فیستحی، پس پیامبر شرم میکرد، حیا میکرد، نمیگفت به شما، روش نمیشد که به اینا بگه که پاشید برید. یستحی منکم، از شما شرم و حیا میکرد. والله لا یستحی، خداوند از شما شرم و حیا نمیکنه. خداوند صریح قانون و نظام رو برای شما بیان میکنه. این رسول من، محبوب من، رحمت للعالمین، شرم و حیا میکرد، روش نمیشد به شما بگه. اما وقتی که مسئله قانون است و شرع است و دین است، الله حیا نمیکنه، میگه. میخوای ناراحت بشی ناراحت شو، میخوای که قبول بکنی قبول کن. الله سبحانه و تعالی مباشر و مستقیم بیان میکنه حق رو. الله لا یستحی من الحق، الله سبحانه و تعالی از این که سخن حق رو بگه از کسی شرم و حیا نمیکنه. اینجاش خیلی مهم است. اینجا خطاب به کی است؟ ای صحابه رسول الله، ای کسانی که در مورد شما آیه نازل شده که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، الله راضی شد از اون 3400 صحابه که در زیر درخت با تو بیعت کردند. و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، سابق پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله از اونها راضی است و اونها از الله راضیان. خطاب به اینهاست، خطاب به مهاجرین و انصار، خطاب به اصحاب رسول الله، خطاب به یاران محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. میگه ای اصحاب رسول الله، اذا سألتموهن متاعا، اگر رفتید در خونه پیامبر، مثلا در زدید گفتید رسول الله خونه هست، یا مثلا کفگیری لازم داریم، دیگی لازم داریم، یا مصحفی لازم داریم، یا آب میخوایم، یا که با پیامبر کار داریم، یا مشکلی داریم میخوایم عرضه کنیم، یا استفتاء فتوایی میخوایم بپرسیم. و اذا سألتموهن متاعا، ای اصحاب رسول الله، اگر از زنان رسول الله چیزی را میخواهید، چیکار کن؟ پرده رو بزن کنار، بگو سلام علیکم، حال شما خوبه، ما با رسول الله کار داریم؟ نخیر. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر که از اونها چیزی رو میخواستید از پشت پرده بخواهید. کجا کسانی که میگن که صورت، خب اگر که قضیه صورت زینت نمی بود، صورت پوشاندنش فرض نمی بود، واجب نمی بود، نیازی نبود که الله سبحانه و تعالی بگه که از وراء الحجاب بخواهید. خب میگفتن، یعنی در اون موقع که زنها دیگه لخت نبودن تو خونه ها، لباس که حتما داشتن، پس چرا میگه از پشت پرده بخواهید؟ پس صورت دیده نمیشد، صورت حجاب بود. و این آیه در بین کی است؟ در بین صحابه، پاکترین و مردها بعد از انبیا، و امثران رسول الله، پاکترین زنان بشریت بدون استثناء. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، اگر از اونها چیزی خواستید از پشت پرده بخواید، از پشت حجاب بخواید. چرا؟ این جواب کسانی که میگن ما دلمون پاکه، حالا میخوایم با خواهرانمون که همکاران ما هستن تو ادارات با هم راحت باشیم، دلمون پاکه، ما اونو به چشم خواهر میبینیم، اونم ما رو به چشم برادر میبینه، ما برادر خوانده و خواهر خوانده ایم. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این برای این است، برای پاکی قلب‌های شما و پاکی قلب‌های اونها. پس الله سبحانه و تعالی میگه پاکی قلب‌های زنان پیامبر و پاکی قلب‌های اصحاب پیامبر در این است که از پشت پرده با هم صحبت بکنن. و امروز یک احمق جاهلی بیاد بگه که ما قلبامون پاک است، به خاطر همین با هم صورت باز با هر طوری که خواستیم در کوچه و خیابان میگردیم. این در مورد پاکی قلب و در مورد حجاب که الله سبحانه و تعالی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن. در سوره احزاب آیه 59 هم الله سبحانه و تعالی همچنین به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر میکنه که حجاب داشته باشن. تشکر میکنم احمد جان. الان ما یک موضوع دیگری رو میخوایم در اینجا بیان بکنیم که قضیه خیلی مهمی است. الله سبحانه و تعالی این نظام و قانون رو بیان کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بیان فرمودن. حالا کسی بیاد امروز از انسانها بگه که نه ما این کار اینطوری انجام میدیم، این کار اینطوری میکنیم، لباس باید این شکلی باشه، حجاب باید اینطوری باشه، رئیس جمهور بیاد یا مفتی بیاد یا
رئیس کمیته دین بیاد بگه که شکل حجاب، روش حجاب باید اینطوری اونطوری باشه. الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیه 36 میگه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمن را شایسته نیست، سزاوار نیست که انگامی که الله و پیامبرش حکم بکنند اینا بیان چی کار بکنن؟ نه، اینا بگن ما اختیاری داریم در اینجا که این کارو بکنیم این کارو بکنیم. پس اختیاری ندارند انسان ها وقتی که الله و رسولش امر کرد. الله و رسولش امر کرد باید بگی اطیع الله و اطیع الرسول. از الله و رسول باید اطاعت کرد و هر کس که نافرمانی الله و رسول رو بکنه و من یعص الله و رسوله چی میشه؟ این انسان در گمراهی آشکار است. میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد مفتی باشه. شما به ریش و سر و کلاه و عبا و قبای فلان مفتی و فلان رئیس کمیته و فلان شخص و فلان دامولا فریب نخورید. هر کس که نافرمانی الله رو بکنه الله سبحانه و تعالی با شوخی نداره. حتی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آیه چی میگه؟ ای محمد، ای پیامبر من، ای حبیب من، ای محبوب من، ای رحمتا للعالمین، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر تو هم شرک بورزی، نافرمانی من رو بکنی، اعمال نیکت برباد میشه و جمله زیانکاران خواهی بود. الله سبحانه و تعالی در احکامش، در شریعتش با کسی شوخی نداره. هر کسی که میخواد باشه، میخواد دامولا باشه، میخواد عالم باشه، میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد هر کسی که باشه. در مورد اینکه اینها این کارا رو میخوان انجام بدن به خاطر اینکه مثلا رضایت روسیه و آمریکا و غرب و شرق رو کسب بکنن، آقای رحمانوف، سردمداران تاجیک و بقیه رؤسای کشورهای اسلامی که به خاطر خوشخدمتی به غرب میخواهید که اونها را از خودتون با این کاراتون راضی بکنید، الله سبحانه و تعالی این رو فیصله کرده، یعنی این رو جواب داده. قطعا راه گریزی نیست، یک راه هم بیشتر نیست در این قضیه. در سوره بقره آیه 120 چی میگه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. آقای رحمانوف، آقای اشرف غنی، رئیس جمهورها، پادشاه ها، حکام کشورهای اسلامی، به خدا قسم آمریکا و شرق و غرب از شما راضی نمیشن اگر که در همه خیابانهای شهرهای خودتون فاحشه خانه هم باز بکنید، همه زنهای مسلمان رو مجبور بکنید که لخت در خیابانها بیان، اینا از شما راضی نمیشن. همه مساجد رو خراب بکنید، همه مدارس رو خراب بکنید، تا وقتی که اسمت امام علی رحمان است ازت راضی نمیشه. هر وقت که اسم خودتو الکساندر گذاشتی، جورج گذاشتی، ابراهام گذاشتی، هر وقت که رفتی غسل تحمید کردی، هر وقت که دین اسلام رو ترک کردی، هر وقت که مسیحی شدی، علنا رفتی در کلیسا صلیب به گردنت انداختی، اون وقت برات کف میزنن، میگن الان شد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یهود و نصارا به هیچ عنوان از شما راضی نمیشه، هر کاری که بخواید بکنید، تا وقتی اینکه یهودی نشید، نصرانی نشید، ازتون راضی نمیشه. اگر قبل از یهودی و نصرانی شدن از شما یهود و نصارا راضی شد، از شما آمریکا و روسیه و شرق و غرب راضی شد، پس این آیات قرآن علیاذ بالله دروغ است. اما این حقیقت است، این معجزه است. تا وقتی که مسیحی نشید، تا وقتی که یهودی نشید، ازتون راضی نمیشن. بعد از اون الله سبحانه و تعالی به پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماد که قل ان هدی الله هو الهدی. بگو ای محمد که هدایت الله سبحانه و تعالی است. و بعد از اون چی میگه؟ ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصیر. اگر از خواسته ها و آرزوهای اونها پیروی بکنید یا بکنی بعد از اینکه علم به تو رسید، قرآن به تو رسید، دین به تو رسید، هیچ سرپرست و یاوری از سوی الله برای تو نخواهد بود. هیچ کس به داد شما نمیرسه
وقتی که با دین مبارزه کنید، با حجاب مبارزه کنید، با حق مبارزه کنید، با اسلام مبارزه بکنید، هیچ یاوری نخواهید داشت. زین العابدین بن علی مثل سگ فرار کرد از تونس، کسی به دادش نرسید. حسنی مبارک در به در گوشه‌های زندان بود، کسی به دادش نرسید. معمر القذافی، همون قذافی که ملک الملوک افریقیا میگفت، رئیس رؤسای کشورهای عربی خودشو میگفت، طاغوتی که با ظلم و جبروت در لیبی حکومت میکرد، کسی نمیتونست از ترسش نفس بکشه. حالا من لحظه دستگیریشو خدمت شما عزیزان نشون بدم که به چه بدبختی و ذلتی در به در و خاک به سر به دست ملت که قیام کرده بودن، از ظلم و ستم و وحشت و بربریتش به تنگ آمده بودن. همین قذافی من یادم هست تا ریاض اومد برای یک دیداری با سران عربستان سعودی، تا ریاض اومد. خبرنگاری ازش پرسیده بود که تو تا اینجا اومدی 35 سال میشه، بعد اومدی اینجا، خب برو یک عمره بکن، 600-700 کیلومتر را با هواپیما 1.5 ساعت رست، 1 ساعت رست، برو یک عمره ای بکن. گفتم من دیوونم برم دور اون صندوق سیاه بگردم؟ انقدر طغیان کرده بود، مسلمان ها رو میگرفت در زندان که مینداخت دیگه، تا بعد از کشته شدنش، بعد از انقلاب در لیبی، از زندان کسانی رو یافتن که 30 سال در زندان بوده، 25 سال در زندان بوده، 40 سال در زندان بوده. جوان 16-17 ساله‌ای رو برده بودن، بعد از 30 سال شما تصور بکنید طرف یعنی در حدود 50 سالگی از زندان، نه دندان داشت، موهاش همه سفید شده بود، کمرش راست نمیشد، اما عاقبت این طاغوت چی شد ببینید. این تصویر قذافی است، این قیافش رو ببینید، این قذافی است، این قذافی که من یقین دارم که امام علی رحمانوف 1% قدرت قذافی رو نداره، 1% قدرت نظامی و اقتصادی قذافی رو نداره. ثروتمندترین کشور آفریقایی بود در زمانش، اما این وضعیتش است. میدونید اینو از کجا پیدا کردن؟ قذافی رو از کجا پیدا کردن؟ از داخل لوله فاضلاب در بنغازی، از داخل لوله فاضلاب در آوردنش. لوله‌های بزرگی که حمام‌های، دستشویی‌های مردم لیبی مواد فاضلابش تو این لوله بزرگ میرفت، این در اونجا پنهان شده بود. کسی که در زمانی طاغوتی بود برای خودش. و چگونه برخورد میکرد با ملت. این نمونه ای از من نشون بدم از حدود 67. يعني هذه حقيقة شيء مذهل جدا جدا. این قذافی. وين القضية اللي قبل 67؟ كنا نكذب على انفسنا ونكذب على العالم. آلاف الشهداء سقطوا قبل 67. لما تكلموا عن وقتی که اینو در کنفرانس ها معرفی میکردن بهش میگفتن ملک الملوک افریقیا، اما دیدیم که ببینید
این حسنی مبارک چگونه معرفی میکنه قذافی رو در کنفرانس سران کشورهای عربی. خوب دقت بکنید. وفي القمة وخلال دعوته الرئيس الليبي معمر القذافي لإلقاء كلمته قال الرئيس المصري إن الرئيس الليبي وملك ملوك إفريقيا هو الذي سيتحدث الآن. ونستمع الآن لكلمات ممثلي المجموعات الإقليمية لحركة عدم الانحياز. واسمحوا لي أن أبدأ بدعوة الأخ قائد الثورة الفاتح من سبتمبر العظيم رئيس الاتحاد الإفريقي وملك ملوك إفريقيا التقليديين رئيس معمر القذافي فليتفضل. گاهی اوقات وقتی که این اسم لیبی رو ببینید، الجمهوریة العربیة الاشتراکیة اللیبیة العظمى، 10-12 تا کلمه رو ردیف میکردن. الاخ الفاتح من سپتامبر ملك الملوك الافریقیا القائد العظیم الفلان 10 تا اسم براش گذاشته بودن. الاخ معمر القذافی. چی شد آخرش؟ همون صحنه‌ای که دیدید انقدر با چاقو زدن ملت لیبی که سوراخش کردن. حتی چاقو رو در اماکن حساس بدنش هم فرو بردن. و همین کار را هم با شما خواهند کرد ملت ها. دست بردارید از ظلم و ستم، دست بردارید از مبارزه با شعائر دین مبین اسلام. من صحبت هامو در مورد حجاب با این حدیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم پایان میدم که بعضی از خواهران ما متاسفانه حجاب میپوشن، میگیم ای کاش اون حجاب رو نمیپوشیدن، همونطور بی حجاب میبودن، اما اون حجابی رو که به اسم حجاب میپوشن، به اسم حجاب ترکی معروف است که تنگ، سینه، کمر، باسن همه جا پیداست، به بدن چسبیده، روسری هم با اشکال و الوان مختلف زینت شده، چند تاری از مو هم از زیر روسری اومده بیرون، 7 قلم هم آرایش کردن. بعد خواهر محجبه ما هستن. الله سبحانه و تعالی به رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی میکنه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که صنفان من اهل النار لم ارهما، اینها رو ندیدم من. 2 گروه از اهل آتش هستند که در شب معراج پیامبر صلی الله علیه و آله اونها رفتن در جهنم دیدند، اما در دنیا در اون موقع نبودن. در زمان مشرکین در اون زمان 2 حالت بود، یا حجاب داشتن یا اصلا حجاب نداشتن، همینطور لخت بودن. اما گروهی نبودن که حجاب داشته باشن و از بی حجابا بدتر باشن. صنفان من اهل النار لم ارهما، 2 گروه از اهل دوزخ هستن که من امروز نمیبینم اینا رو. یعنی چی؟ یعنی در آینده میان. قوم معهم سیات که اذناب البقر یضربون بها الناس، مردمانی که شلاقایی دارن مثل دم گاو که مردم رو میزنن. در زمان طالبا دیدیم در افغانستان هر کدومش شلاق دستش بود، زن و بچه مردم رو میزدن. برو نماز بخون، برو حجاب بکن، برو فلان بکن. اینو دین نگفته. میخوان ناراحت بشن، میخوان خوشحال بشن. اینو اسلام نگفته بود که شما مردم رو با شلاق در کوچه و خیابان بزنید. اینو طالبا میکردن، دیدیم اینو. پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال قبل در مورد همینا این پیشگویی رو کرده بود که در دستشون شلاق‌هایی است مانند دم گاو مردم رو میزنن. دیدیم که زدن در افغانستان، در کوچه و بازار مردم شاهد هستن. و نساء، زنهایی که کاسیات عاریات، سبحان الله، پوشیده های لخت. اون زمان برای صحابه جالب بود، یا رسول الله یعنی چطور پوشیده و لخت هستن؟ چون ندیده بودن. امروز ما داریم میبینیم چنان مانتوی تنگی پوشیده که ای کاش اون مانتو رو نمی پوشید. این پوشیدن این مانتو و این حجابش بیشتر مردا رو به فتنه میاندازه تا اینکه کلا بی حجاب باشه.
زنهای پوشیده عریان. سبحان الله، یا رسول الله چطور پوشیده عریان؟ یا لباسهای نازک میپوشن که همه بدنشون رو پیداست، یا لباسهای تنگ میپوشن که چنان به بدنشون چسبیده که در حقیقت انگار چیزی نپوشیده، همه برآمدگی های جسمش رو جداگانه داره نشون میده. آخر شاریان سعید رو دیدید که در کنسرت پاریس و 4 تا لوتی احمق در تلویزیون آریانیا و غیره مثل دکتر فرید یونس و غیره اینا فتوا دادن که بله این اشکالی نداره. زنهای پوشیده لخت، کاسیاتون عاریات، ممیلاتون مائلات. مائلات زنهایی که از طاعت و اطاعت الله سبحانه و تعالی رسول الله دور هستن، مائل هستن، راه دیگری را انتخاب کردن. ممیلات که با آرایش و زینت مردم رو به خودشون جذب میکنن. این آنچه که زن در خودش به اصطلاح در سر و صورت خودش و در درون خودش ایجاد کرده که ام مائلات شده ام ممیلات شده. معنی دیگرش در گشتار و رفتارشون. اگر شما متوجه شده باشید زنهایی که متبرج هستن و خاصا این گونه حجاب ها رو میپوشن یا زنهایی که اصلا حجاب ندارن طوری قدم برمیدارن که خودشون رو مائل میکنن به چپ و راست. این تفسیر ظاهریشون هست و تفسیر درونیشون اینه که از راه و روش الله سبحانه و تعالی مائل هستن، دور هستن. در ادامه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید رؤوسهن کاسنمة البخت المائله، سرهایشان مانند کوهان شتر است. کوهان شتر دیدید پشت سرش یه چیزی بلندی داره که وقتی راه میگرده شتر این ور اون ور میشه. رؤوسهن کاسنمة البخت المائله. شما رو به خدا تا 100 سال پیش همین چیزا بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش وصف این زنهای مجتمع جوامع امروزی ما رو داره بیان میکنه. سرهایشون مانند کاهانشون نمیکنن، امروز موهاشون رو جمع میکنن به اشکال مختلف پشت سرشون، رو سرین هم که سرش میپوشه مانند کاهان شتر پشت سرش معلوم هست. سرهایشون رو مانند کاهان شتر میکنن، موهاشون رو جمع میکنن اینجا پشت سر مثل کهان شتر، رو سری هم سرش میپوشه، بعد با حجاب هستن ایشون. دلشون هم خیلی پاک است و اون مردایی هم که دور بر دارن که با چشمان گرگ صفت دارن منتظرین هستن که کی فرصتی بشه که این رو بدرن، این هم دلشون پاک است، هیچ تو دلشون نیست. این وصفی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنن در آخر خیلی وعید شدید از خواهران من، این رو به یاد داشته باشید. لا يدخلون الجنه. این زنایی که کاسیاتون عاریات هستن، مائلاتون ممیلات هستن، رؤوسهن کاسنمة البخت است، زنهایی که پوشش دارن اما لخت هستن، از دین خدا به دور هستن، با رفتارشون چنان با میلان میگردن، قدم میزنن که مردان رو جذب خودشون میکنن، با موهاشون هم پشت سرشون جمع میکنن در زیر حجاب. لا يدخلون الجنه. هرگز به جنت وارد نمیشن. ولا یجدن ریحها. زناکار، شرابخور، دزد، هر مشکلی که انسان داشته باشه در دنیا، بوی جنت به این رسیدن بوی جنت یک کمی تخفیف از اون عذابی است که در جهنم انسان میکشه. تنها موردی که بوی جنت هم به دماغش نمیرسه زنهایی هستن که این صفت رو داشته باشن. ولا یجدن ریحها و این ریحها لیوجد من مسیرة کذا و کذا. بوی جنت از راههای دور و دراز به مشام اهل دوزخ میرسه، اما به مشام اینها حتی بوی جنت هم نمیرسه، داخل شدنش که هیچ. اینها معجزاتی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه. شاید خواهری بگه که حالا من اگر حجاب پوشیدم و با این حجابم رفتم، مثلا الان شما با یک حجاب سیاه بگرد تو کوچه‌های دوشنبه، چپ و راست مردم بهت نگاه میکنن، این کیه دیگه؟ داعشیه؟ از کجا آمده این چه وضعشه؟ این چه لباسیه؟
من به این خواهرانم میگم که اگر اینطوری باهاتون برخورد میکنن، من یک مژده‌ای به شما میدم، مژده‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم 1400 سال به شما داده. 1400 سال پیش این مژده رو بهتون داده. میفرمایند که بدأ الاسلام غریبا، اسلام در غربت و بی کسی به وجود آمد. کی بود مسلمان در مکه؟ علی، ابوبکر، رسول الله و خدیجه. بس 4 نفر بودن و فاطمه که خیلی کوچیک بود. 5 نفر. غربت بود یا نبود؟ ابو جهل، ابو لهب، امیه، سران مشرکین، طائف، مدینه، روم، فارس، دنیا رو کفر گرفته بود. 5 نفر مسلمان بود. بدأ الاسلام غریبا، اسلام در غربت و بیکسی با 5 نفر شروع شد. ثم یعود غریبا، در آخر از زمان دوباره به همین غربت خودش برمیگرده. امروز یک زن مسلمان اگر در دوشنبه لباس سیاه بپوشه، همه چپ چپ بهش نگاه میکنه. چرا؟ چون این زن مسلمان غریب است، بیکس است، تنهاست در این جامعه. ثم یعود غریبا، باز به همون غربتش برمیگرده. کما بدا، چنان که در اول غریب بود، بیکس بود، تنها بود. فتوبا للغربا، پیامبر صلی الله علیه و سلم مژده میدن، بشارت میدن، توبا از آن کسی که در این غربت زندگی میکنه. توبا برای کسی که غریب هست در زمانی که اسلام غریب است، پابند دین هست. قیل یا رسول الله و من الغربا، این غریب ها، این بیکس ها که در اون زمان زندگی میکنن، و الله برای اینها توبا درختی است در بهشت که در وصفش هرچی بگیم کمه. توبا زیباترین درخت بهشت است. این توبا، این مکان، این جایگاه بالا برای کی است؟ برای کسانی که در زمان غربت اسلام در غربت زندگی میکنن، غریبن. صحابه تعجب کردند، یا رسول الله این غربا کیا هستند؟ فرمودند الذین یصلحون اذا فسد الناس، کسانی که مصلح میشن، صالح میشن، انسانهای خوب میشن، دیندار میشن در زمانی که همه مردم فاسد شدن. نه اینکه بگن چون مردم فاسدن. امروز یک ضرب المثل باطلی داریم، میگه خواهی نشوی رسوا، امرنگ جماعت باش. یعنی اگر میخوای رسوا نشی، در دوشنبه در کابل یا در شهرهای دیگه، حالا در افغانستان که الحمدلله هنوزمون عزت و شرف و مجد اسلام هست به برکت جهاد ملت افغانستان، چادر سیاه بپوشه همه چپ چپ بهش نگاه میکنن. چی است؟ مردم میگن که والله این لباس ها رو نپوشید، این حجاب ها رو نپوشید، به خاطری که امرنگ جماعت باشید تا که کسی اذیتتون نکنه. انتخاب با شماست. میخواید توبا، بشارت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میخواید امرنگ جماعت باشید، هر طوری که شما میخواید بپسندید. این بشارت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خواهر من، شاید به خاطر همین حجابت اذیتت بکنن، کتکت بزنن، جریمت بکنن، فوش بهت بدن، تهمت بهت بزنن. اینم بشارت الله سبحانه و تعالی. در سوره رعد آیه 24 میگه سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام باد از طرف الله به شما ای کسانی که در غربت و در بیکسی اسلام دینتون رو، حجابتون رو، شریعتتون رو حفظ کردید، صبر کردید بر اذیت و آزار این مفسدین و ملحدین، صبر کردید، صبر کردید بر جریمه هایی که باید بپردازید به خاطر حجاب. درود الله بر شما باد، سلام الله بر شما باد، وارد شوید به بهشت، بهترین پاداش است برای شما. چند روز میخواید در این دنیا زندگی بکنید؟ 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 110، 120؟ بعدش زندگی جاودان آخرت. چی رو میخواید به چی بفروشید؟ میخواید زندگی دنیا رو بفروشید در مقابل آخرت، یا زندگی آخرت رو بفروشید در برابر زندگی دنیا؟ کدوم انسان عاقلی زندگی جاویدان آخرت رو در مقابل 4 روز زندگی دنیا میفروشه؟ اینم از طرف
الله سبحانه و تعالی. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی شر این دشمنان اسلام و اینایی که با دین و شریعت مبارزه میکنن اگر قابل اصلاح هستن الله سبحانه و تعالی اصلاحشون بکنه، اگر قابل اصلاح نیستن الله سبحانه و تعالی اینها رو نیست و نابود بکنه.